شعبه وزارت کارهای داخله در نویه دوستی با عریضه مرد 34 ساله ساکن نویه دوستی مراجعت نموده است که شب یکم به دوم ینور سال 2022 تخمیناً ساعت 00:50 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل عاقلخانه‌اش 3 سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3450 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن همین نویه در صادر نمودن جنایت دزدی همچون گمانبر دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه جیهون با عریضه مرد 64 ساله ساکن همین نویه مراجعت نموده است که شب 12 و 13 دکبر سال 2021 تقریبا ساعت 01:20 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل افت-ماشینش که در نزد خانه استقامتیش به نظارت می ایستاد دو عدد اکومولاتور را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا دو جوان 18 ساله ساکنان نویه مذکور دستگیر کرده شدند. همزمان معاین کرده شد که نامبردگان با همین ترتیب از داخل افت-ماشین مرد 34 ساله ساکن نویه جیهون شب 12 و 13 دکبر سال 2021 تخمیناً ساعت 01:50 دقیقه که در نزد خانه استقامتیش می ایستاد دو عدد اکومولاتور را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3000 سامانی را تشکیل می دهد.